نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حال در سوره مرسلات عرض کردم تا سوره و طارق موضوع همین یه چیز است، قیامت. در این سوره مرسلات الله عزوجل به ما تفهیم می کند که تنها حشر و نشر نیست، تنها زنده شدن و بیرون آمدن از قبرها نیست، بلکه بعد از حشر و نشر عذاب و ثواب هم هست. در انتظار انسان الله عزوجل روزی گذاشته، انسان منتظر اون روز هست، یا به ثواب میرسه یا به عذاب میرسه. و الله عزوجل اینجا نمونه بیان فرموده، نمونه از بادها بیان فرموده. در ابتدا خداوند سوگند یاد میکنه به چند نوع باد. بعضی بادها خیلی نرم میوزند، بعضی ها تند میوزند، بعضی ها طوفانی اند، بعضی پس در اونها شدت است، بعضی ها نرمی و رخوت. معنیش اینه که ای انسان، همونطور که بادها متفاوتند، احوال شما در قیامت چی هست؟ متفاوت است. برای یکی نرمی هست، برای یکی سختی هست، برای یکی شدت هست، برای یکی حدت است. لذا الله عزوجل احوال مختلفی برای شما در روز قیامت آورده. الله می فرماید والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. مرسلات اون بادهایی که رها کرده می شوند، به اون بادها می گویند که الله اونها را رها می کند. عرفا یعنی بعضی دو تا تفسیر کردن. تفسیر کبیر گفته متتابعتا، اون بادهایی که رها کرده می شوند پیاپی نرم می وزند. بعضی گفتند اون بادهایی که معروفات می آورند. یعنی چی؟ یعنی احسان می کنن برای انسان. بعضی بادها هستند کم کم، رفته رفته، آهسته آهسته ابر میارند، باران میارند، رحمت میارند. پس اون بادهایی که معروفات میارند، حامل معروفات و نعمتهای الهی هستند، الله اونها را یاد کرده، اونها را شاهد گرفته و به اونها سوگند یاد کرده. فالعاصفات عصفا، پس قسم به اون بادهایی که تند میوزند. عاصفات بادهای طوفانی را میگن، عصفا تند وزیدنی، مثل طوفان وزیدن. خب پس احوال انسان همینطور. بعضی انسان ها در روز قیامت برای اونها نرمی هست، برای اونها رحمت هست، برای اونها بشارت هست. بعضی از انسان ها حالتشون حالت شدت هست، سختی هست. والناشرات نشرا، قسم به اون بادهایی که منتشر می کنند، ابرها را منتشر کردن. فالفارقات فرقا، پس سوگند به اون بادهایی که جدا می کنند، ابرها را جدا کردن. فالملقیات ذکرا، و قسم به اون ابرهایی که القا می کنند ذکر خدا را. یعنی بعضی وقت باد می آید سبب میشه انسان بیاد خدا بیفته. بعضی گفتن مراد از این باد، بعضی گفتن نه، مراد فرشته ها هستند. ملقیات اون فرشتگانی که
القا میکنه ذکر یعنی قرآن را در چند جای این کلام قرآن را خدا ذکر فرموده. عذرا او نذرا یعنی می آورن این بادها را به منظور عذر که عذری برای دفع عذری برای انسان باقی نماند، او نذرا یا برای ترس که بعضی از اینها هستند انسانها را می ترسانند. نذرا للکفار تخویفا لهم یعنی القا می کنند مسائلی را ذکر خدا را تا کفار بترسند. والریاح سبب لوعید الکفار بالعذاب بادها گاهی سبب میشن بادها عذاب بیاورند. بادی که بر قوم عاد وزید الله عزوجل می فرماید که سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما، بادی وزید که 7 شب و 8 روز پیاپی وزید، چنان وزید که فتر القوم فیها صرعا، جنازه های قوی هیکل و گنده اونها را می دیدی که مثل نخل مثل تنه درخت خرما افتاده بودند. لذا بعضی بادها نذر هستند ترساننده هستند و بعضی بادها برای دفع عذر هستند. لذا الله عزوجل این بادها را شاهد میگیره، به اینها سوگند خورد که چی؟ جواب سوگند چیه؟ انما توعدون لواقع، این جواب قسمه. ای انسان ها آنچه که شما وعده داده میشوید اون واقع میشه، اون اتفاق میفته. هرچی که خدا به شما وعده داده در روز قیامت اتفاق میفته. اون چیه؟ جزا و سزا هست، حساب و کتاب هست، کیفر اعمال هست. چه زمانی این اتفاق میفته؟ تخویف اخروی، باز هم تصویری از هولناکی قیامت. الله می فرماید فاذا النجوم طمست، زمانی که تمام ستاره ها بی نور میشه، ستاره ها بی نور میشه و تکه تکه میافتند. و اذا السماء فرجت، زمانی که آسمان شکافت میشه، آسمان تکه پاره میشه. و اذا الجبال نصفت، زمانی که کوها ریزه ریزه میشه، تکه تکه و پودر میشه. و اذا الرسل اقتت، زمانی که تمام پیامبران اقتت یعنی جمع کرده میشوند یا وقت برایشون تعیین میشه. انبیا، رسول، همه اینجا جمع بشید، همه رسول الهی جمع میشن. لأی یوم اجلت، این استفهام تحویلیه هست. الله حول ایجاد میکنه در مخاطب، در شنونده که بترس. لأی یوم اجلت، برای چه روزی اجل تعیین شده؟ برای چه روزی این تأخیر هست؟ این جمع شدن چه روزی هست؟ الله می فرماد لیوم الفصل، برای یوم الفصل است، برای روزی که در اون روز فیصله میشه. و ما ادراک ما یوم الفصل، خبرداری یوم الفصل چیه؟ الله خودش میگه خبرداری یوم الفصل چیه؟ ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت در اون روز، تباهی در اون روز برای تکذیب کنندگان، یعنی واویلا است اون روز برای کسانی که تکذیب کردن پیامبران را، کسانی که گفتن قیامتی نیست، کسانی که شرع را تکذیب کردن، کسانی که قرآن را تکذیب کردن، کسانی که توحید را تکذیب کردن. الله میفرما برای اونها ویل هست. ویل، بعضی میگن ویل نام یک وادی هست در جهنم که چنان سخت و خطرناک است که بقیه بخشهای جهنم روزانه به خدا پناه میبرند از سختی ویل. چون ویل چندین جا آمده، ویل للمکذبین، ویل للمطففین، ویل لکل همزة لمزة. اما بعض میگن نه، ویل معنی لغوی مراد است. ویل یعنی هلاکت، بدبختی، تباهی، واویلا. لذا برای مکذبین، کسانی که تکذیب میکنند، قرآن را تکذیب میکنند، قیامت را تکذیب میکنند، توحید را تکذیب میکنند،
برای اونها ویل هست، هلاکت هست. این را الله عزوجل چند بار در این سوره تکرار می فرماید. الم نهلک الاولین. الله می فرماید این تخویف دنیوی هست. ای پیغمبر به این قریش بگو مگر ما پیشینیان را هلاک نکردیم؟ ما قوم عاد و ثمود را هلاک نکردیم؟ ما قوم فرعون و قوم نوح را هلاک نکردیم؟ الم نهلک الاولین. آیا ما هلاک نکردیم اولین را، یعنی کافران اولین را؟ ثم نتبعهم آخرین. سپس پشت سر اونها هم میفرستیم این آخرین را، بعدی ها را. اشاره بکیه به کفار مکه هست. یعنی خدای عزوجل که غرق کرد فقط فرعون را غرق نمی کند. خدا فقط برای قارون خسف نمی آورد. خدای عزوجل فقط قوم عاد و ثمود را عذاب نمیده. اینهایی که آخرین هستن بعدن آمدن در زمان شما یا رسول الله، اینها اگر هم ادامه بدن کفر را، ادامه بدن مخالفت با شما را، ادامه بدن سرکشی و تمرد را، اینها را هم پشت سر اونها میفرستیم. ثم نتبعهم الاخرین. با اینها همون کار را میکنیم. کذالک نفعل بالمجرمین. ما همین کار را میکنیم با همین مجرمان. چنانچه الله عزوجل این وعده را در میدانهای مختلفی محقق کرد. در روز بدر ابو جهل بیچاره آمده بود، هرچی بهش گفتم برگرد، کاروان ابو سفیان نجات پیدا کرده، سوگند خورد، گفت باید کار محمد را من یک سره بکنم. با 1000 تا از لشکریان با بهترین تجهیزات آمده بود. اینجا وقتی که به میدان آمدند، یک مشت اندک از جماعت صحابه بی سر و پا بدون اسلحه، مشرکین که دیدن گفتن دیگه آخرش هست. الله عزوجل وقتی که نصرت آورد، صحابه اولین هجوم را که آوردند، البته فرشته ها بودند، ما در سوره انفال خواندیم، فرشته ها دوشا دوش صحابه بودند. الله عزوجل در همون حمله اول تمام سرداران را، تمام کلگنده های اونها را یکی بعد از دیگری همونجا مردار کرد و کشت. ابو جهل کشته شد، عتبه، شیبه، تمام سرداران کلان کلان کشته شدن. 70 تا دیگه اسیر شدن، بقیه فرار کردن. اینا آمده بودن کار را یک سره بکنند. ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین. ما به مجرمین همین کار را میکنیم. یا اینکه در معرکه خندق 12,000 نفر جمع شده بود، هرچی یهودی بودند، هرچی که قبایل عرب بودند، مشرکین مکه بودند، همه را جمع کرده بودند. مشرکین داخل یهودی های داخل مدینه، بنو قریظه، اینا هم حمایت مالی میکردن، اسلحه میدادند. لذا آمده بودند که کار اسلام را یک سره بکنند. الله عزوجل بادی را واسطه کرد. این باد چنان وزید که اینها را تار و مار کرد و همه پا به فرار گذاشتند. کذالک نفعل بالمجرمین. ما با مجرمین این گونه برخورد میکنیم. ویل یومئذ للمکذبین. هلاکت در آن روز برای تکذیب کنندگان، آنهایی که این قانون ما را تکذیب کنند. الم نخلقکم من ماء مهین. الله عزوجل دلیل عقلی برای حشر و نشر بیان میفرماید ای انسان، آیا مگر ما شما را نیافریدیم از آبی بی ارزش؟ آبی بی ارزشی همون نطفه هست. فجعلناه فی قرار مکین. ما این آب بی ارزش را، این نطفه را قرار دادیم کجا؟ در یک قرار محکم. منظور رحم مادر هست. در اون قرار که اونجا قرار میگیره و اونجا مستقر میشه، مکین، محکم است، یعنی خراب نمیشه، ضایع نمیشه. الی قدر معلوم، تا مدت مشخص. تا مدت مشخص اونجا میمانه، تبدیل به یک انسان با بصیرت میشه. فقدرنا فنعم القادرون. این اندازه را ما زدیم، یک اندازه برایش اندازه مشخص کردیم. ما بهترین
اندازه زننده هستیم، یعنی حدود و اندازه ها را ما مشخص میکنیم. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت در اون روز قیامت برای کسانی که تکذیب کنند این دلایل را، کسانی که قبول نکنند اینها را. الله میفرماید شما نگاه کنید، مگر نمیتونی از همین دلایل استدلال بگیرید بر زنده شدن بار دوم انسان؟ الم نجعل الارض کفاتا. دلیل دیگر الله میفرماید آیا ما زمین را جمع کننده قرار ندادیم؟ ببینید زمین هست همه ما را جمع کرده، به قول بلوچی همه ما جل شدیم. هم سر زمین اونایی که زنده هستند روی زمین، اونایی که مردند شکم زمین، همه ما انسان ها همینجا در زمین جمع شدیم. الم نجعل الارض کفاتا، ای الم نجعلها کفاتا تکفت، آیا ما زمین را کفات و جمع کننده که شما را جمع می کند قرار ندادیم؟ و تجمع احیاء کثیرا علی ظهرها، و زنده های زیادی. الان چند میلیارد هستند انسان ها؟ 7 میلیارد. 7 میلیارد را بر پشت خودش جای داده، بر ظهر خودش روی زمین هستیم. و امواتا غیر محصوره فی بطنها، و مرده هایی که حساب و کتابشون را الله میدانه، قابل شمارش نیستن. اگر اینا 7 میلیاردن شاید اونها 700 میلیارد. خدا میدونه چقدر انسان تو این زمین بوده. 100 سال و 1000 سالش نیست، چندین هزار سال است، و بعضی میگن چندین میلیون سال است. تو این زمین، تو این شکم زمین، تو این بطن زمین چقدر انسان. الله میفرماید که همه شما را ما روی همین زمین جا دادیم، اونی که مردید، اونی که زنده هستید. سبحان الله. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، هم زنده ها و هم مرده ها همه را در همین زمین جمع نکردیم؟ و جعلنا فیها رواسیا، و آیا ما در همین زمین قرار ندادیم میخایی؟ میخا چی هستن؟ کوها. کوه را الله عزوجل به عنوان میخ که زمین جنبش داشته نباشد، لرزش داشته نباشد، اینم یک نعمت بزرگی هست. همیشه بنده عرض میکنم که ضد این را ما تصور بکنیم. اگر کوه نباشه، زمین همیشه لرزش داشته باشه، آیا ما طعم زندگی را میچشیم؟ زمین همیشه زمین لرزه باشه، آیا ما آرامش و قرار داریم؟ اون وقت ما چیزی میتونیم بخوریم؟ میتونیم راحت بخوابیم؟ برای 13 ثانیه لرزید، 13 ثانیه لرزید، 100,000 نفر را زیر آوار کرد. لذا این نعمت کوچکی نیست که الله کوها را میخ قرار داره که زمین جنبش داشته نباشه، لرزش داشته نباشه، اما گاهی می لرزاند. که انسان تو بدان که این زمین که اینطور ساکن هست، این زمین که آرامش داره، این زمین که جنبش نداره، این چه نعمت بزرگی هست. ما هرگز به این نعمت ها فکر نمی کنیم. لذا الله می فرماید وجعلنا فیها رواسی شامخات، ما در این زمین میخای بلند و بالای قد بلندی درست کردیم. و اسقیناکم ماء فراتا، و ما به شما آب دادیم، نوشانیدیم آب شیرین از ته همین زمین. چه آب شیرینی، چه آب زلال و پاکی. اینا را الله عزوجل در این زمین چه نعمتهایی برای ما گذاشته. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت در اون روز برای تکذیب کنندگان، اونی که این دلیل و این دلائل را تکذیب کنند. انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون، حال تخویف اخروی. روز قیامت به مجرمین گفته میشه ای مجرمین بروید به سوی اون چی که شما تکذیب میکردید. انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون، به سوی آنی که شما تکذیب میکردید. مجرم چی را تکذیب کرد در دنیا؟ کافران چی را تکذیب کردند؟ عذاب را تکذیب میکنند.
جهنم را تکذیب میکنه، میگه اصلا جهنمی نیست، اینا افسانه هست. الله میفرماید الان برو به سوی همون عذابی که تو دنیا میگفتی دروغه. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، الله میفرماید بروید به سوی اون سایه‌ای که 3 شعبه داره. منظور از این سایه چی هست؟ سایه دود هست. شما دقت کردید وقتی که دود از دودکش بزنه بیرون، بالخصوص فشارش زیاد باشه، این دود اول میره به طرف بالا که میره یک قسمتش مستقیم میره، بعضی از دود راست میره، بعضی چپ میره، لذا 3 بخش میشه. الله میفرماید که برو بسوی اون. کنایه از این است که اونجا درون کوره خیلی خطرناک میسوزد که دودش با فشار تمام میآید و 3 بخش تقسیم میشه، به هر سمت و سو میره، راست و چپ میره. انطلقوا الى ظل، بروید بسوی اون سایه‌ای که ذی 3 شعب، دارای 3 بخش هست، 3 شعبه هست. لا ظلیل، این سایه نیست که سرد بکنه، یعنی خنکی زیرش نیست. سایه دود گرمتر میشه انسان، نه؟ برای انسان هوا گرمتر میشه. ولا یغنی من اللهب، و این انسان را مستغنی نمی کند و بینیاز نمی کند انسان را، یعنی خنکی نمی آورد. من اللهب، از تپش، یعنی لهب اون شعله را میگویند که خیلی میزند و تپش و گرمی هست، لذا این سایه گرمی را کم نمی کند، بیشترش می کند. انها ترمی بشرر کالقصر. سبحان الله. الله عزوجل از جهنم می فرماید که این جهنم شراره هایش، شرر همون جرقه را میگن، شراره را میگن. آتش وقتی که دیدید، وقتی که آتش خیلی قوی باشد، آتش درجه حرارتش زیاد باشد، از درون آتش جرقه و شراره چی میشه؟ خارج میشه. اما شراره ها چنان بزرگ از یک جرقه کوچک نیست. شراره الله میفرماید کالقصر، به اندازه یک کاخ، یعنی یک شراره به اندازه یک ساختمان از آتش خارج میشه. انها ترمی بشرر، این جهنم می اندازد شراره ها و جرقه ها، به اصطلاح بلوچی تریشک ها. تریشک مثل قصر، الله می فرماید مثل کاخ، یعنی همین اندازه بزرگ. و باز اینها وقتی که شما دیدید جرقه اول بزرگ هست، بعدا وقتی میفته کم کم کوچک میشه. وقتی که کوچک میشه الله تشبیه میده کأنه جمالة صف، گویا شترهای زرد رنگی هستند. شتر یعنی ابتداش حجم اونها مثل ساختمانه، اما آخر که این شراره خاموش میشه کوچک میشه و کوچک میشه، کوچک خیلی ریز به اندازه یک شتر. البته اینجا تشبیه در شتر به 2 چیز است. یکی اینه که شتر از نظر حجمشون اینقدر هست، یکی از نظر ردیف بودن. شما دیدید وقتی که آتش با قدرت باشد و جرقه ها و شراره ها از آتش میاد بیرون، مثل صف اینطور ردیف هستند، پشت سر هم هستند شراره ها. شتر هم گاهی که وقتی تو بیابان بالخصوص به صورت کاروانی میرند، از یک شهری به شهری دیگه مسافرت میکنند، شترها اینطور قطارند، پشت سر هم هستند. لذا الله عزوجل این حالت شراره را که از آتش جهنم خارج میشه و میفته و کم کم کوچک میشه، نهایتش را، ابتدایش را به کاخ و به قصر و به ساختمان تشبیه میده، نهایت و پایانش را به شترهایی که ردیف هم هستند و در یک قطار، در یک صف، در یک خط پشت سر هم
حرکت میکنند. کأنه جمالة صفر، گویا شترهای زرد رنگی هستند که پشت سر هم قرار گرفتند. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت در اون روز برای تکذیب کنندگان، اونهایی که این آیات الهی را تکذیب میکنند. اونجا وقتی که انسان بره از ترس صحبت نمیکنه. الله میفرماید هذا یوم لا ینطقون، این روز روزی هست که هیچ که نطق نمی کند، هیچ که صحبت نمی کند. ولا یؤذن لهم، به آنان اجازه داده نمیشه که فیعتذرون، عذرخواهی بکنن. حتی اجازه عذرخواهی به هیچ انسانی داده نمیشه. هذا یوم الفصل، قبلا خواندیم که رسول همه جمع میشوند برای چه روزی؟ لیوم الفصل. الان الله میفرماید این هست یوم الفصل. هذا یوم الفصل، این روز فصل است. ای بندگان من، جمعناکم والاولین، ما شما را جمع کردیم و همچنین اولین را، اولین پیشینیان را، انسانهای عهد قدیم را، همه را ما جمع میکنیم برای فیصله. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونَ، اگر توطئه‌ای دارید، مکری دارید، کیدی دارید یا حیله‌ای دارید برای در رفتن، برای فرار کردن، فکیدون، پس کید را به کار ببرید بر علیه من. اگر میتونی فرار کنید، فیومئذ این المفر، کجا فرار بکنه انسان، کجا پناه ببره؟ لذا الله اظهار میفرماید که شما عاجزید، اظهار عجز بندگان، که اگر کیدی دارید، اگر مکری دارید، اگر نقشه‌ای دارید، اجرا کنید، عملی کنید. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت در اون روز برای کسانی که تکذیب میکنند لهذا الفصل، این روز فصل را تکذیب میکنند. اما اونجا فقط مجرمین نیستند در اون روز، اونجا مؤمنین هم هستند، متقین هم هستند. شرایط و حالت اونها چی میشه؟ الله می فرماید ان المتقین فی ظلال و عیون، همانا متقیان در سایه ها هستند، در سایه های الهی، و عیون، و در چشمزارها هستند، در ناز و نعمت، زیر سایه ها، در باغات، چشمه و رودخانه. و فواکه مما یشتهون، و میوه‌ها از همان میوه‌هایی که یشتهون، اشتها داشته باشند، هر چیزی که دلشون بخواد، دلشون و اشتهایشون و علاقهشون باشد. کلوا واشربوا، الله به اونها میگه، به بندگانش، کلوا واشربوا، ای بندگان بخورید بنوشید، هنیئا، با لذت، خوشگوار، خوشگوار و نوشیجان، بخورید با لذت، بما کنتم تعملون، به سبب آنچه که شما در دنیا عمل کردید. البته عمل ما در دنیا، درکات ما در دنیا سبب ظاهری است، سبب حقیقی ورود ما به بهشت ان شاء الله فضل الله است. سبب حقیقی چیه؟ فضل الله. این اعمال ما، درکات ما، مغرور نشیم که الله میفرماید به سبب اعمال شماست. اعمال سبب ظاهریه، حقیقتا فضلا من ربک ذلك هو الفوز العظیم. انا كذلك نجزی المحسنین، الله میفرماید ما اینگونه پاداش نیک میدهیم مخلصین را، نیکوکاران را، انسانهایی که خصلت نیک دارند، عمل نیک دارند، اخلاص دارند. ما در دنیا، اونها در دنیا اعمال نیک انجام میدن، ما در آخرت به این جزا و به این پاداش نیک اونها را میرسانیم. ویل یومئذ للمکذبین، بازم تکرار، هلاکت برای اون انسانهایی که تکذیب بکنند این نعمتهای الهی را، این انعامات مذکوره را که برای اهل بهشت هستند. خب بعد از اینکه خداوند عزوجل انعامات خودش را
برای متقین بیان فرمود، مژده داد اهل تقوا را، اهل ایمان را که شما در بهشت در ناز و نعمت هستید. حال زجر و توبیخ بیان می‌فرماید برای اون انسان‌هایی که فقط و فقط در همین دنیا برای عیش و خوشگذرانی دنیا گویی آفریده شدند، اصلا اعتقادی به آخرت ندارند. ببینید بعضی ها هستند که اعتقاد فکری به آخرت ندارند، وقتی بگیم قیامت میگه نه اصلا چنین چیزی نیست. بعضی ها مثل مسلمان ها بگیم قیامت میگه قبول دارم، ولی عملا طوری عمل میکنی فکر میکنی که اعتقادی به آخرت نداره. مثلا قتل میکنه، العیاذ بالله، فساد اخلاقی، زنا میکنه، شراب میخوره، حق مردم پایمال میکنه، معامله ربوی انجام میده، رشوه میگیره، رشوه میده، هر فسادی میکنه، قیامت را هم قبول داره؟ این قبول نداره. اگر این قبول داشت نمیکرد. و بعضی در دنیا طوری زندگی میکنند، چنان دنبال مادیات هستند که کوچکترین توجهی برای زندگی آخرتشون نمی کنند. 24 ساعت برنامه ریزی برای رفاه در همین دنیا، از صبح تا شب کار می کنند، فقط هیچ نه فکر نماز، نه به فکر عبادت، نه به فکر روزه و نه به فکر آخرت، و یک لحظه حتی بیاد خدا نمی افتند. این اگرچه میگه من مسلمان هستم ولی این اعتقادی نداره. اگر اعتقادی میداشت حداقل در روز 5 وقت برای 5 دقیقه رو به قبله میکرد، ربش را یاد میکرد، ذره برای اونجا هم آمادگی میکرد. لذا این صفاتی که خدا اینجا بیان میفرماید این صفات مال کفار هستند. من این مطلب را عرض کردم که بعضی از ما مسلمان ها هم متاسفانه همین طور هستیم، یعنی چنان دنبال زرق و برق دنیا، چنان دنبال خورد و نوش، دنبال خوشگذرانی، خوراک خوب، لباس خوب، زن خوب، ماشین خوب، ساختمان خوب، اول و آخر زندگی همین. پس این هم فکر میکنه که فقط همین دنیاست، عملا این طوره دیگه. لذا الله میفرماید کلوا و تمتعوا قلیلا، بخورید در همین دنیا، بهره بگیرید در همین دنیا، قلیلا، اندک. اون اندک 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بیشتر کی نیست. انکم مجرمون، شما مجرم هستید، شما کارتون جرم و گناه و معصیته. ویل یومئذ للمکذبین، در آن روز هلاکت برای این نوع تکذیب کنندگان، اینهایی که تکذیب میکنند قیامت را. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، هرگاه به اینها گفته میشه که رکوع کنید، اینا رکوع نمی کنند. یعنی در دنیا بهشون، البته 2 تفسیر داره. یک تفسیر اینه که اینها در دنیا بهشون گفته میشه رکوع کنید، رکوع نمی کنند. رکوع کنید یعنی چه؟ این رکوع اصطلاحی که ما در نماز میکنیم مراد نیست، بلکه رکوع به معنی کرنش، رکوع در مقابل خدا تواضع کردن، رکوع یعنی به معنی نماز، رکوع به معنی زکات، رکوع به معنی روزه، یعنی تمام خدا را در مقابل خدا تواضع کن، تمام دستورات خدا را اجرا کن، در مقابل خدا فروتنی اختیار کن، متکبر نباش، مغرور و سرکش نباش. چنانچه تفسیر نصفی نوشته اذا قیل لهم ارکعوا ای اخشعوا و تواضعوا الیه بقبول وحیه، یعنی ای انسان، ای مسلمان، در مقابل خدا فروتنی اختیار کن، وحی او را قبول کن و اتباع دینه و دین او را اتباع کن و دعو هذا الاستکبار، تکبر را ترک کن. وقتی که به اینها گفته میشه که در مقابل خدا تواضع کن، فرمان ببر، لا یرکعون، تواضع نمی کرد، فرمان نمی برد. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرمان نه، این در رابطه با آخرت است.
در آخرت کفار، مشرکین، منافقین، اینها هر یکی سعی میکنه خودش را بنده ایماندار نشون بده، بالخصوص منافقین. در حدیث شریف می آید که الله عزوجل اعلام می فرماید ابتداءً هر کسی که هر کسی را عبادت کرده در دنیا دنبال او بره. مشرکین که خدایان مختلفی داشتند همه میرن به طرف جهنم به دنبال خداهای خودشون، خلاصه این سیرشون منتهی میشه به جهنم میرسند. فقط مؤمنین میمانند. مؤمنین میگند که ما خدایمون را در همین جا ملاقات میکنیم، ما خدا را عبادت میکردیم. این حدیث هم از متشابهات، الله بهتر میدانه مرادش چیه، ولی در حدیث اینطور آمده که الله عزوجل خودش را نشان میده و میگه که من خدای شما هستم، اما به شکلی نشون میده که مؤمنین او را نمیشناسند. میگویند نه، ما همینجا میمانیم، خدای ما بیاد و ما خدایمون را ببینیم، شما نیستید خدای ما. الله عزوجل یک علامتی به اونها نشان میده که با اون علامت خدا را میشناسند. به محض اینکه معرفت الله را و شناخت خدا را حاصل میکنند و میشناسند، همه به سجده میافتند و همه میگویند رب ما، معبود ما که در دنیا عبادت میکردیم تویی. اینجا منافقین هم با اینا هستند، اونا میخواند که سجده بکنند، الله عزوجل کمرشون را تخته میکند، دلا نمیشه. هرچی میخوان رکوع کنند، هرچی میخوان سجده بکنند، خودشون را خم بکنند، نمیتونن، به پشت میافتند، برعکس میافتند. لذا ابن عباس میفرماید این اشاره به اونجا هست. قال ابن عباس انما یقال لهم هذا فی الاخره، این چیز در آخرت بهشون گفته میشه. حین یدعون الی السجود فلا یستطیعون، گفته میشه که بیاید خب خدا را سجده کنی، اونا نمیتونند، اونها توفیق ندارند. لذا الله می فرماید و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، هرگاه به آنان گفته میشه خدا را در مقابل خدا کرنش کنید، رکوع کنید، سجده کنید، به هر دو معنا بگیرید، لا یرکعون، نمیتوانند. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت در اون روز برای مکذبین، اونهایی که تکذیب میکنند این احکامات الهی را، این فرمانهای خدا را، اونهایی که تکذیب میکنند، هلاکت برای اونها. فبأی حدیث بعده یؤمنون، به چه سخنی، به چه کلامی بعد از این کلام الله اینا ایمان میآورند؟ این کلام خدا که همه مسائل را شفاف، واضح، روشن بیان میکند، بعد از کلام خدا چه کلامی هست که اونا به اون ایمان بیاورند؟ لذا هر کسی توفیقی داشته باشه از این کلام الهی متأثر میشه، باور میکند، ایمان میاره و طبق اون عمل میکند. الله عزوجل ایمان درست به کلام خودش نصیب ما بگرداند. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان